سلام به همه، امیدوارم حالتون عالی باشه. من محدث عودی هستم، زبان رو به روش جمله سازی یادت میدم. توی این جلسه که جلسه سوم جمله سازی میخوایم 5 تا لغت جدید در قالب جمله سازی یاد بگیریم. خب لغت اول کیل به معنای کشتن. describe به معنای توصیف کردن. توصیف کردن. fail شکست خوردن. grade نمره. several چندین. یه بار دیگه kill, describe, fail, grade, several. حالا بریم سراغ جمله سازی. اول جمله ها رو خودت بنویس، بعداً بیا تحلیل من رو ببین. من دشمن را کشتم. زمان جمله گذشته است. kill یه فعل با قاعده است. وقتی میخوایم گذشتهش کنیم باید ایدی بهش بدیم. I killed enemy یا the enemy. I killed the enemy. من دشمن را کشتم. enemy یعنی دشمن. او درختان را توصیف می کند. زمان جمله حال ساده است. فاعلمون هم که او هستش. پس باید فعلمون اس سوم شخص بگیره. توصیف کردن میشه describe. he یا she describes چی؟ درختان. describes trees. he describes trees. او درختان را توصیف می کند. دیدی اس گرفت. به خاطر چی؟ اس سوم شخص، چون زمانش حال ساده است. من شکست خوردم. گذشته است، درسته؟ fail گذشتهش ایدی میگیره. failed. I failed. به همین راحتی. I failed. من شکست خوردم. آنها نمرات خوبی میگیرن. بچه‌ها نمره میشه grade. حالا نمرات خوب میشه good grades. اثبات بگیره دیگه. حالا گرفتن نمره خوب، نمرات خوب، get گرفتن، get good grades. I get good grades. I get زمان جمله حال ساده است. فاعلت هم I هست. فعلت باید ساده بیاد. I get good grades. بعدی او چندین کتاب را مطالعه می کند. او she یا he. مطالعه می کند زمان جمله حال ساده است. study. پس باید فعلت اس سوم شخص بگیره. حالا اینجا رو نگاه کن، میشه studies. چی شد؟ این استادی بوده. آخرش وای داره. وقتی میخوایم اس بهش بدیم، چون وای داره، این وایه به آی تبدیل میشه، بعد ای و اس میگیره. یعنی وایه به آی تبدیل میشه، بعدش ای و اس بهش میدیم. به این شکله. یعنی وایه رو حذفش کن، آی ای اس بده. این شکلی راحت تری. She studies several books. She studies several books. بعد از several حتما باید اسم جمع بیاد. چرا؟ چون چندین منظوره، بیشتر از یکیه، باید اسم جمع باشه. خب حالا برای اینکه بهتر یاد بگیری این لغت ها رو، خودت چند تا جمله شبیه به این جمله ها بساز. ببینم چی کار میکنی.